به نام خدا. بخش 7. ثبت ارتباط جدید. برنامه مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع امکان ثبت و مدیریت هر نوع ارتباط برقرار شده با مشتریان، تأمین کنندگان، نمایندگی‌ها و رقبا را به شیوه‌ای سازمان یافته فراهم نموده است. در واقع مهمترین بخش CRM ارتباطات است. برای ثبت ارتباط جدید بنا به نوع مشتری از روش‌های متفاوتی می‌توان استفاده کرد. در صورت تمایل به ثبت ارتباط برای یک مشتری حقیقی، در صفحه نمایش لیست اشخاص بر روی شخص مورد نظر کلیک راست و از بین لینک های موجود گزینه ارتباط جدید انتخاب می شود. در صورت تمایل به ثبت ارتباط برای یک مشتری حقوقی می توان از دو روش استفاده نمود. در روش اول در صفحه نمایش لیست شرکت ها بر روی شرکت مورد نظر کلیک راست و از بین لینک های موجود گزینه ارتباط جدید انتخاب می شود. در روش دوم در قسمت پرسنل از بخش اشخاص از بین لینک های نمایش داده شده بر روی نام یک شخص گزینه ارتباط جدید انتخاب می شود و بدین ترتیب فرم ثبت ارتباط جدید نمایش داده می شود. در هر یک از روش‌ها بعد از کلیک بر روی ارتباط جدید، فرم ثبت ارتباط جدید شامل 3 سربرگ اطلاعات عمومی، تکمیلی و وظیفه نمایش داده می شود. در فرم ثبت ارتباط جدید برخی فیلدها به صورت پیش‌فرض انتخاب شده اند و قابل ویرایش توسط کاربر می باشند. در فیلد برقرار کننده تماس، نام شخصی که این ارتباط را برقرار کرده است مشخص می شود. در فیلد ارتباط با، نام شخصی از شرکت مشتری که ارتباط با وی برقرار شده است مشخص می گردد. اگر فرم ارتباط با کلیک راست بر روی شخص و انتخاب ارتباط جدید باز شده باشد، این فیلد به طور پیش‌فرض نام شخص را در بر دارد. نوع ارتباط فیلدی است که نشان می‌دهد نوع ارتباط برقرار شده با مشتری به چه صورت است. به عنوان نمونه تماس تلفنی و یا دیدار حضوری، ارسال ایمیل، فکس و یا هر نوع ارتباط دیگر. فیلد نتیجه ارتباط نشان دهنده نتیجه ارتباط کاربر جاری با آن شخص یا شرکت است که به عنوان نمونه میتواند هماهنگی قرار ملاقات و یا تماس مجدد با مشتری باشد. اثر ارتباط برداشت شخصی کاربر از ارتباطی که برقرار شده است را نشان می‌دهد. به عنوان نمونه ارتباط مؤثر، ارتباط مثبت یا منفی. اطلاعات بیشتر در مورد فیلدهای کشویی در بخش دوم توضیح داده شده است. زمان شروع ارتباط. تاریخ شروع ارتباط به همراه ساعت آن در فیلد زمان شروع ارتباط نمایش داده می شود. به عنوان نمونه زمان شروع ارتباط می تواند امروز و ساعت کنونی باشد. در قسمت ارسال ها، در صورت نیاز به ارسال ایمیل
فکس، اسمس و یا موارد دیگر یکی از گزینه‌ها انتخاب می شود. در سربرگ تکمیلی بایستی کالا یا خدماتی که این ارتباط در مورد آن برقرار شده است را انتخاب نمود. به عنوان نمونه نرم افزار CRM. زمان پایان ارتباط نیز نشان دهنده تاریخ پایان ارتباط به همراه ساعت آن می باشد. شاید این فیلد در خصوص برقراری تماس تلفنی شامل چند دقیقه و یا در خصوص برقراری دیدار حضوری و یک قرار ملاقات شامل چند ساعت باشد. پس زمان شروع و پایان ارتباط بایستی به درستی مشخص گردند. در صورتی که ارتباط برقرار شده از طریق نامه باشد، شماره نامه در این بخش درج می‌گردد. در سربرگ ارتباط با وظیفه مشخص می شود که ارتباط جاری مرتبط با کدام یک از وظایف تعریف شده است. به عنوان نمونه پیگیری فروش. در پایان با زدن دکمه تایید ارتباط جدید ثبت می گردد. برای مشاهده ارتباط ثبت شده بر روی نام شخص و یا شرکتی که ارتباط با آن برقرار گردیده است کلیک راست و از بین لیست موجود گزینه ارتباطات انتخاب می شود. پایان بخش 7.